سلام، خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه. یاسر داوودفر هستم از سایت یاس.psc.ir. امروز با سومین بخش از آموزش طراحی قالب برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس در خدمت شما هستم. پیشنهاد می‌کنم اگه بخش‌های 1 و 2 رو ندیدین حتما اون رو دنبال کنید تا اصول اولیه طراحی قالب وردپرس همچون نصب وردپرس بر روی یک وب سرور و نرم افزارهای مورد نیاز آشنا بشین و بتونید تگ‌های وردپرسی رو در قسمت هید و تایتل سایتتون به خوبی اعمال کنید. ما قبل از اینکه آموزش رو شروع کنم ابتدا بد نیست به سوال یکی از کاربران عزیز جواب بدم که سوال کردن که چگونه میتونیم در وردپرس در واقع بر روی پوستمون یک عکس قرار بدیم. ابتدا من نرم افزار زمپ رو باز میکنم تا شما آپاچی و مای اسکیول رو استارت میکنیم و در درون و لوکال هاست رو در واقع تایپ میکنیم wp-login.php از در واقع با یوزرنیم و پسوردی که در بخش‌های قبلی ایجاد کردیم وارد پیشخوان وردپرس میشیم. بله، نمایش پوسته ها. می‌بینید که این سه پوسته به صورت پیش‌فرض دارای سه تصویر هستن، ولی در واقع پوسته ما هنوز تصویری نداره. به همین منظور ما در درون در واقع پوشه‌ای که فایل‌های مورد نظر رو اونجا قرار دادیم باید یک عکس با فرمت PNG ایجاد کنیم. من با استفاده از همین در واقع قالبی که دارم سعی می‌کنم یک عکس برای پوستم انتخاب کنم با در سایز 400 در 300 پیکسل. خب بعد قسمتی از عکسم رو اینجا ببینم کجاش باید باشه. فکر کنم تا اینجا فکر کنم مناسب باشه. همین بعد یک سیو داشته باشیم. حتما باید با فرمت PNG باشه و نامش هم حتما باید اسکرین سیور باشه. ببخشید اسکرین شات باشه. اسکرین شات. خب من اونو برای دسکتاپ ببینم با چه اسمی باید ذخیره باشه. فرمت PNG با نام اسکرین شات. خب باید حتما در درون همون پوسته قرار بگیره. پوشه زمپ htdocs wp-content terms و پوشه مورد نظرمون اینجا باید اون رو قرار بدیم. خب یه رفرش میزنیم ببینیم اتفاقی میفته یا خیر. در یعنی که عکس پوستمون اینجا به راحتی به نمایش در میاد. خب بریم سراغ آموزش و شروع کنیم در واقع طراحی و در واقع کدنویسی سایتمون رو. می‌بینید که ما هنوز هیچی در سایت نداریم. فایل index.php رو در یک مرورگر در یک ویرایشگر متن باز می‌کنیم. ابتدا من یک تگ وردپرسی در واقع یک کد بسیار مهم وردپرسی رو می‌نویسم. php body underline class و اینجا هم که تگم رو می‌بندم. این تگ به این خاطر هست که پوسته ما در واقع بسیار از افزون‌های وردپرس با این تگ کار میکنن و با ما اگه این تگ رو بنویسیم دیگه به راحتی میتونیم افزون‌ها رو برای قالبمون نصب کنیم. خب یک دیو ابتدا با آیدی کانتینر و اینجا هم که دیوم رو میبندم. این دیو به این خاطر هستش که ما هر تغییری در واقع در قالبمون اعمال کنیم میتونیم بر روی این دیو ایجاد کنیم که سایر تنظیمات بر اساس تنظیمات این دیو اعمال بشه. خب فایل style.css رو باز میکنیم.
ابتدا من توضیح در مورد فایل های رست بدم. میدونید که فایل های رست بسیار زیادی هستن که میتونن تنظیمات CSS رو به صورت پیش‌فرض انجام بدن تا مرورگرها نتونن تنظیمات دلخواه خودشون رو انجام بدن. من فعلا 3 تا از مهمترین کدها رو می‌نویسم. پدینگ رو برابر با 0 قرار میدم، مارجین رو برابر با 0 قرار میدم و بوردر رو نیز برابر با 0 قرار میدم تا مرورگر به صورت پیش‌فرض برای پوسته من تنظیمات اعمال نکنه. بعد از اون تگ بادی یه بک‌گراند براش در نظر میگیرم. بک‌گراند رو بر اساس در واقع همین رنگی که ما برای پوستمون در نظر گرفتیم اعمال میکنیم. ببینیم چه رنگی هستش. همین رنگ رو در نظر میگیریم. بعد دایرکشن بهش میدیم از راست به چپ. یک فونت سایز براش در نظر میگیریم 12 پیکسل. فونت فامیلی که من میخوام از فونت بیکان استفاده کنم و شما میدونید که خاصیتی هست در واقع CSS که شما میتونید از خاصیت فونت فیس استفاده کنید و فونت های مد نظر خودتون رو به پوستتون ضمن میکنید تا در سرور شما ذخیره بشه و همه کاربران بتونن از اون فونت ها استفاده کنن. اگه آشنایی کامل در مورد بحث فونت فیس ندارید میتونید آموزش های بعدی ما رو که به صورت کلی در مورد این خاصیت توضیح میده دنبال کنیم. اما فعلا همین رو بدونین که میتونین از فونت های مورد نظرتون در واقع در پوستتون استفاده کنین. از این طریق که فایل فونت ها رو در درون پوشه پوستتون ذخیره میکنین و از خاصیت فونت فیس استفاده کنین. من قبلا این کار رو انجام دادم و چون نمیخوام زمان زیادی رو از دست بدیم فقط کد رو اینجا اعمال میکنم که چقدرم پوشه باز کرده بودم. خب استایل من اینجا در واقع این خاصیت فونت فیس رو اعمال کردم و دو فونت مد نظرم رو فونت بیکان و بی کودک رو اینجا در واقع میخوام که داشته باشم. خب اینجا ذخیره‌اش میکنم و از فونت بیکان استفاده میکنیم. قبل از اون باید حتما پوشه فونتس داشته باشیم در درون پوشه اصلی. ببینید که من از قبل اینو ایجاد کردم و شما هم باید اونو ایجاد کنید. البته من فایل فونت ها رو برای سایت در قسمت بعد قرار میدم که شما بتونید از اونو استفاده کنید. فعلا ما بک‌گراند رو تغییر دادیم و دیگه تغییری به اون صورت نداریم. خب تگ کانتینر رو که باید استفاده کنم. آیدی ها رو با علامت شارپ و کلاس ها رو به علامت دات نشون میدن. آیدی کانتینر مارجینش رو برابر با 0 آتو قرار میدم. 0 آتو به این معنی هستش که از بالا پایین 0 پیکسل و از چپ و راست در مرکز قرار بگیره و در واقع یک عرض هم بهش میدم که 100% صفحه باشه و ارتفاع هم که نیازی نداره چون باید به صورت آتو باشه. بعد از این ما درون تگ کانتینر باید همه تگ هامون رو ایجاد کنیم. یعنی تگ کانتینر یک تگ نگهدارنده است که ما سایر تگ هامون رو درون این تگ قرار میدیم. خب من بر اساس پیشنمایش عکس توضیحاتی بهتون بدم. میبینید که ما قسمت هدرمون تشکیل شده از 3 قسمت، 2 منو و یک قسمت لوگو همراه با باکس جستجو و یک باکس برای تبلیغات اینترنتی. اما باکس منوی بالای سایتمون باز خودش تشکیل شده از 2 قسمت، منو هامون و قسمت جستجو. قسمت لوگومون هم همچنین تقسیم شده از 2 قسمت لوگو و تبلیغات و فقط منوی پایین سایتمون هست که از یک قسمت تشکیل شده. پس ما یک دیو ایجاد میکنیم، دیو با آیدی هدر و اینجا هم که دیوم رو میبندم. بعد از اون یک دیو با آیدی تاپ بار و اینجا دیوم رو میبندم. بعد از اون یک دیو با آیدی لوگو بار و اینجا هم دیوم رو میبندم و در پایان یک دیو با آیدی نو بار
که اینجا هم دیمم رو میبندم. خب من ابتدا استایل کلی سایت رو در واقع اعمال کنم، استایل کلی بالای سایت هم، سپس منوها رو و قسمت‌های مختلف اون رو در سایت قرار میدم. خب تگ هدرم رو استایل دهی میکنم. ابتدا شارپ هدر، ابتدا یک ارز درش در نظر میگیرم، ارزش رو برابر 100% صفحمون قرار میدم، یک ارتفاع برابر با آتو، بعد در واقع یک مارجین 0 آتو و فکر کنم کافی باشه. بعد از اون شارپ تاپ بار، یک ارز، یک ارز 100%، یک ارتفاع 45 پیکسل، یک بک‌گراند که در واقع بک‌گراندش باید همون بک‌گراندی باشه که ما در پیشنمایش ازش استفاده کردیم. ببینیم چه رنگی داره، رنگش رو برمی‌داریم، یک فلوت، شاید اشتباه میکنم من امروز، فلوتش رو برابر با رایت قرار میدیم و فکر کنم دیگه چیزی نیاز نداره. بعد لوگو بار، ابتدا یک ارز 100% صفحه، یک ارتفاع که به صورت آتو باید باشه، یک فلوت که برابر با رایت هستش و یک بک‌گراند که بک‌گراندی که ما در پیشنمایش خواهیم داشت. کل رنگش رو برمی‌داریم و اونجا قرار میدیم. در نهایت دیباگی نوار، یک ارزش برابر با در واقع 100 پیکسل، بخشید 100% صفحه، ارتفاع برابر با 40 پیکسل، بعد یک بک‌گراند که بک‌گراندش همون بک‌گراند رنگ مورد نظرمون رو از اینجا انتخاب میکنیم و یک فلوت براش در نظر میگیریم. فلوت برابر با رایت و چون آخرین در واقع تگ ما هستش در قسمت بالای سایت، یه مارجین باتام هم در نظر میگیریم که از پایین 5 پیکسل فاصله داشته باشه. خب پیشنمایشی داشته باشیم از تغییراتی که انجام دادیم. بله میبینید که اینجا برامون در نظر گرفت. میبینید که هنوز هدر ما در واقع چون ما به صورت آتو بهش ارتفاع دادیم شکل نگرفته. هم من 200 پیکسل میدم که شما بتونید با در واقع به صورت کلی با تغییرات آشنا بشید. بله میبینید که به این صورت برامون در نظر گرفته شد. این ارتفاعی که در بالای سایت وجود داره به خاطر این ارتفاعی هستش که خود وردپرس در بالا برامون ایجاد کرده. خب ما طبق تصویر در بالا منو داریم. منو رو در درون تگ تاپ بار ایجاد میکنیم. یک دیو با کلاس تاپ نو اینجا میبندیم. درون اون یک تگ UL مون رو هم اینجا میبندیم و در درون اون چندین تگ LI قرار میدیم. LI A بخشید A href آدرسی که فعلا نداریم LI مون رو هم میبندیم. خب من آدرس ها رو بهش بدم. خانه از همین چند کپی ایجاد میکنم. اینجا فکر کنم 5 تا کافی باشه. فعلا نامی براشون در نظر نمیگیرن، نام‌ها رو تغییر نمیدن. و میبینید که منوها اینجا برامون در اینجا برامون شکل گرفتن و حالا نوبت استایل دهی تاپ بارمون هستش. تاپ بار رو عبارتش رو من کپی میکنم. خب
اینجا باید قرارش بدم کلاس تاپ بار. تاپ بارمون ابتدا باید یک ارز براش در نظر بگیرم. البته ارز ارتفاع که نمیخواد، فقط یک فلوت براش در نظر میگیرم. فلوتش رو برابر با رایت قرار میدم و بعد از اون یک مارجین از بالا و پایین 3 پیکسل و چپ و راست 20 پیکسل فاصله داشته باشه. سپس تگ‌های ال آی مون رو میخوایم استایل کنیم. تاپ بار ال آی یک فلوت برای اینکه از در واقع از شکل عمودی به افقی تغییر کنم. فلوتش رو برابر با رایت قرار میدم و سپس یه پدینگ بهش میدم. پدینگ رو برابر با 10 پیکسل از بالا و پایین و 5 پیکسل از چپ و راست قرار میدم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. بله، میبینید که اینجا برامون شکل گرفتن. من قبل از اون باید برم در بالای فونت فیس تگ‌های ال آی رو لیست استایلشون رو برابر با نام قرار بدم. لیست استایل ها که میبینید بالت هست یا سایر عناصری که خودتون میتونید استفاده کنید. خب اینجا رو ببندم. قبل از اون تگ‌های ای هم رو هم باز میکنم و تکست دکوریشنش رو برابر با نام قرار میدم. تکست دکوریشن برابر با نام. بعد از اون من با تگ های AM رو در واقع استایل کنم. تاپ بار LI A یک کالر برابر با سفید در نظر میگیرم براش. یه فونت سایز رو برابر با 15 پیکسل در نظر میگیرم. 14 فکر کنم کافی باشه و یک پدینگ هم بهش بدیم. پدینگ رو از بالا و پایین 15 پیکسل و از چپ و راست هم که 10 پیکسل فکر کنم کافی باشه. خب یه پیشنمایش داشته باشیم. میبینید که اینجا برامون شکل گرفته. خب میخوایم زمانی که موس بر روی در واقع تگمون قرار میگیره هم باز یک استایل داشته باشه. تاپ بار ال آی ای هاور یعنی زمانی که موس بر روی یک المان یا یک عنصر قرار میگیره. یه بک‌گراند که بک‌گراند در واقع همین رنگ است که ما برای لوگو بار در نظر گرفتیم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. چرا ایمان نشد؟ تاپ ببینیم مثلا من درست نمیشون کردم. تاپ نب من باید نمیشتم شوی تاپ بار نمیشتم. ببخشید. بله خب یه رفرش و میبینید که به زیبایی برامون اعمال شد. من قبلش در قسمت تاپ بار باید یه بردر با تاپ هم بهش بدم طبق اون چیزی که ما در پیشنمایش داشتیم. بردر تاپ 3 پیکسل سالیب باید باشه، یعنی خط ممتد و با رنگ سفید. خب ذخیره میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ببینیم که برامون شکل گرفت. من این بحث استایل دهیش هستش که من استایل دهیش رو باید درست کنم ببینم که چه اتفاقاتی باید بیفته تا این درست بشه. پدینگ از بالا و پایین رو بر روی 10 قرار دادیم، درسته. فقط اینجا رو فکر کنم زیادی گذاشتیم، این رو هم 10 بگذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب یکم کم شد. بعد این رو من به اندازه 3 پیکسل بالا ببرم، فکر کنم دیگه مشکلاتمون حل میشه. 1 پیکسل دیگه نیاز داریم. بله دیگه میبینید که به شکل بسیار بسیار زیبایی حل شد. فاصله از چپ و راست فکر کنم 10 پیکسل زیاد باشه. من این رو بر روی 6 قرار میدم، فکر کنم مناسب تر باشه.
الان شکل بسیار زیباتری هم به خودش گرفت و ما طبق تصویر می‌بینیم که لینک اولمون خودش به صورت پیش‌فرض یک رنگ داره. ما باید از خاصیت انتی چایلد CSS استفاده کنیم. تاپ نب LI A دو نقطه NTH چایلد اولم رو ما میخوام استفاده کنم، برای خاطر شماره 1 رو می‌نویسم. یه بک‌گراند که در واقع بک‌گراندش همین بک‌گراند لوگو بارمون هستش. ببینیم چه اتفاقی میفته. چه شد اینجا شد؟ آها، من باید این یک رو فقط باید بیاد اینجا بنویسم. این تبدیلش بدیم به اینجا، فکر کنم درست باشه. چه اشتباهی انجام دادیم؟ اینم که از این و NTH child اینجا فکر کنم باید نظریم و اینجا از نیستش. بازم نشد. یه لحظه من بخوام بریم تا آدم آموزش. من اینجا فقط یه اشتباهی انجام داده بودم که حل شد. ما این علامت رو نباید بذاشتیم که اون رو که برداریم مشکلمون حل میشه و میبینید که به شکل زیبایی اینجا برامون به نمایش در میاد. خب قسمت تاپ بارمون که دیگه فعلا تموم شده. من گفتم که فرم جستجوی رو در آخر کار قرار میدم. میریم سراغ لوگو بارمون و عنوان سایتمون رو باید بک قرار بدیم. یک دیو با کلاس اچ گروپ میسازیم و اینجا هم که تگمون رو میبندیم. درون این تگ ما به دو تگ دیگه نیاز داریم. یک تگ h1 با کلاس لوگو تایتل اینجا میبندیم و درون اون توضیحات رو مینویسیم. یاس PSD. بعد از اون یک تگ h3 با کلاس در واقع لوگو دیسکریپشن که همون فکر کنم کافی باشه و اینجا هم که تگمون رو میبندیم. درون اون توضیحات رو هم مینویسیم. خب یه پیشنمایش داشته باشیم. بله میبینید که اینجا برامون شکل گرفت. فقط من قبلش بیام تگ لوگو بار رو این ارتفاعش رو به صورت آتو قرار بدم و شروع کنم به استایلدهی تایتل ها. ابتدا کلاس پیج گروپ فلوت با رایت باشه، چون ما یه قسمت در واقع باکس برای تبلیغات اینترنتی هم در واقع داریم. بعد از اون در واقع چیز دیگه که نیاز داشته باشیم، یه پدینگ نیاز داریم. پدینگ 10 پیکسل، 10 پیکسل زیاد 5 پیکسل و اینجا هم که تگم رو میبنده. خب میبینید که به این شکل برامون قرار گرفت. البته من یک مارجین از راست بدم، مارجین از بالا که نمیخواد، فقط از بالا و راست سعی کنیم مارجین بدیم. بالا مارجین تاپش رو 5 پیکسل میدیم، از راست 15 پیکسل، از چپ و پایین هم که 0 پیکسل. می‌بینید که به این شکل برامون قرار گرفت. خب کلاس بعدی کلاس لوگو تایتل بود. یک کالر بهش میدیم، کالر برابر با سفید. یک فونت سایز بهش میدیم، فکر کنم 36 پیکسل مناسب باشه.
و چیز خاصی هم دیگه نداره. کلاس بعدیمون هم استایل کنیم، لوگو دس، یک کالر که نمیخواد به صورت پیش‌فرض‌هاش مشکیه، فقط یک فونت سایز که فکر کنم 22 پیکسل کافی باشه. ببینیم چه اتفاقی افتاد. بله، می‌بینید که به شکل بسیار بسیار زیبایی برامون در واقع به نمایش در میاد. البته من باید رنگ در واقع این دیسکریپشن رو هم تغییر بدم، در رنگ تاپ بار قرار بدم. کالر برابر با این مقدار و یک صفر داشته باشیم. بله، می‌بینید که به شکل زیبایی برامون به نمایش در میاد. من فقط این تایتل رو یک کم از راست بهش مارجین بدم. مارجین رایت رو بهش میدیم 5 پیکسل که مناسب تر باشه. بله، خب مرحله بعدی مرحله گذاشتن عکس در واقع در سمت راست کارمون هستش. به همین خاطر ما بعد از تگ اچ گروپ یک تگ دیو جدید ایجاد میکنیم. دیو با کلاس تاپ ادز و اینجا هم که تگمون رو میبندیم، بین اون یک تگ img باید سورسش رو برداریم. خب سورسش رو که البته من از قبل باید عکس رو آماده میکردم. یک عکس در سایز 468 در 60 برمی‌داریم و در درون پوشمون یک پوشه جدید ایجاد میکنیم با نام ایمیج و عکس‌های مورد نیازمون اونجا ذخیره میکنیم. خب بروز، من از آدرس ایمیجم عکس رو برمی‌دارم و اینجا هم که تگ ایمیجم رو در واقع میبندم. ببینید چه اتفاقی میفته. میبینید که اینجا برامون در نظر گرفته شد. الان دلیلی که این هنوز این عکس لود نشده رو بهتون توضیح میدم. خب من تاپ ادز رو استایلی کنم. کلاس تاپ ادز، فلوتش رو برابر با لفت قرار میدم و از مارجین از بالا 10 پیکسل، از راست 0 پیکسل، از پایین 0 پیکسل و در واقع مارجین از بالا و پایین 10 پیکسل، از چپ و راست هم 10 پیکسل. در واقع کلا مارجین 10 پیکسل فکر کنم کافی باشه. خب ببینیم کجا شکل میگیره عکسمون. میبینید که اینجا برامون به نمایش داریم. من یک توضیح در مورد وردپرس بدم و اون هم این هست که ما برای لود کردن تصاویرمون نیاز داریم به یک در واقع تگ وردپرسی که من اینو در قسمت‌های آینده بهتون توضیح میدم که چگونه عکس‌ها و همچنین سایر المان‌هایی که ما باید در سایت به کار ببریم رو میتونیم لود کنیم. فقط همین رو داشته باشیم که ما تصویرمون رو اینجا قرار میدیم. حالا استایل نویسیش رو در قسمت‌های بعدی همراه با اون تگ وردپرسی تکمیل می‌کنیم. خب برای بخش در واقع منوبارمون هم که اینجا باشه هم باید فکر کنیم. من همین کلاس تاپ نو رو کپی میکنم، اینجا قرار میدم، اسمش رو فقط عوض میکنم، ناوی اسمش رو میذارم و همون استایل ها رو در واقع براش اعمال میکنم و فقط اسمش هست که عوض میشه. پایینش همینجا ناوی این هم که ناوی هستش. یه ذخیره داشته باشیم، یک رفرش. ببینید که اینجا برامون شکل گرفت. فقط باید رنگ بندی رو دیگه به سلیقه خودمون تغییر بدیم. اینجا رنگ بندی ما باید از این رنگ استفاده کنیم برای زمان هاور شدن. سی فکر کنم
اینجا باید باشه و بعد از اون رنگش رو هم که بر روی کالر و البته رنگش که باید ببینیم چه رنگی باید استفاده کنیم الان. من همه رنگ رو در واقع ذخیره میکنم. سی و برای اینکه فکر کنم زیر باشه 5 پیکسل کفایت میکنم. 6 پیکسل این هم که 5 پیکسل فکر کنم کافی باشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. یک در واقع 5 پیکسل رو 10 پیکسل میکنم. امیدوارم که مشکل حل بشه. خب این رو هم که بر روی 10 قرار میدم، بر روی 8. دیگه بحث استایل نویسی هستش که یکم به سلیقه نیاز داره. از بالا پایین بر روی 8 و از 8 پیکسل فکر کنم اینجا هم کافی باشه. ببینیم چه اتفاقی میفته. فقط یک بوردر باتن باید بهش بدیم 2 پیکسل سالید و با رنگ فکر کنم این رنگ مناسب باشه. اینجا هم که می‌کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. بله می‌بینید که به شکل بسیار بسیار زیبایی برامون به نمایش دادن. در من کالرش رو زمانی که موز بر روی اون قرار میگیره هم تغییر بدم. خب دوستان عزیز، برای این بخش هم کافیه. فکر کنم زمان زیادی از شما گرفتیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و در آموزش‌های بعدی هم ما رو همراهی کنین. یاسر داودفر هستم از سایت yaspsc.ir. مثل همیشه با نظراتتون ما رو راهنمایی کنین، خوشحال میشیم. و اگه دیدگاهی نظری دارین میتونید از طریق ایمیل بنده با من در ارتباط باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.